خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. در این ویدیو میخواهیم چند نکته از یک رگ کردن رگ اول کار را با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. این میتونه یک ویدیو آموزشی باشه دوستا، کسایی که واقعا نیاز داره دقت کنه. دوستان عزیز ببین، این یک پشت بام کوچک از یک کار کوچک داریم که این پشت بام رو میخوایم یک رگه کنیم که ما یک رگه رو تا اینجا انجام دادیم. ببین دوستا، هر ساختمانی که بری باید یک سمت اوستای کار قرار بدیم. ما حالا در هر ساختمانی که باشه، چی با مشوره مهندس چه خودمون باید پیدا کنیم که یک سمت کار از ما راسته کار، باقی کار روی همین سمت گونیاشونه و اوستای کار ما همین سمت قرار داریم. الان هم ما این سمت کار ما رو اوستای کار قرار داریم. این یک فضای کوچیکه. حالا اینی که اوستای کار قرار دادیم، اینجا رو ببینید، اینا ستونه. این ستون ما یک 5 سان برایش دو آبخور ملاتخور در نظر گرفتیم که هم سنگ شوه. بعد این یک 20 سان، حدودا 20 یا 21 سان الان این فاصله ازی تا تنه وسته تا ریسمان کار از ما. این رفته تا کجا؟ رفته تا انتهای کار. ببین و همین سم این سر کار هم چنده؟ این سر کار هم حدودا 21 سانته. بعد ارزم به خدمتتون که الان این سمت را ما کامل با همین زل، با همین تناب بنیا کردیم، با هم ریسمان. این سمت رو باز روی خود این بنیا کردیم، اون سمت هم رو همین ریسمان بنیا کردیم. به خاطر چی؟ دلیلش اینه که ما زمانی که آمدیم کف اینجا رو فرش کنیم، سنگ کنیم، ناگونیایی توی کار ما نباشه. یک مسئله دیگه که تیکه های ناجور نخوره که یک سمتش کم باشه و یک سمتش زیاد. این اصول کار یک کار دقیق و درسته. حالا اومدیم دقیقاً دیوار روبرو رو از همون رسمان اولیه اومدیم چیکار کردیم که یک رسمان دیگه روبرو در اینجا کشیدیم. تقریبا 6 متر فاصله داره. یک رسمان دیگه اینجا کشید. این سر تا سر، این سر 6 متر، اون سر هم 6 متر فاصله داره. بعد چیکار کردیم؟ تمام این سنگایی که این سمت کار کردیم با این رسمان سر و ته زدیم که بعداً در زمانی که آمدیم سنگ کف کار کنیم دیگه تیکه ناجور سر و ته دار نخوره. این تا اینجا خدمت دوستا که عرض کنم. ببینید این نبشایی که فارسی بور کردیم، تمام نبشا رو فارسی بور کردیم با وجودی که بسیار یک سنگ سخت و شکننده. بعد چسب هم رنگ کردیم که به این صورت تمیز و خوب در بیایه. خدمت شما که عرض کنم، یک نکته دیگه که خدمتتون عرض کنم. ببینید دوستا، اسکوپ که ما انجا میدیم پشت سنگای اسکوپ میزنیم به این صورت. ما این اسکوپ قبلا آزمایش کردیم، کار کردیم، سنگشو کندیم، امتحان کردیم، فوق العاده محکم میگیره. تا سنگ خورد نکنی از جا در نمیایم، به شرطی که خوب و اصولی. ببینید زاویه های اسکوپ سیما قشنگ زیر گوشا باید بره گیر کنه. عرضم به خدمت شما که یک نکته دیگه قابل توجه مهندسین عزیز، کسایی که دستش تو این کاره، ببینید این یک نمونه از کاریه که آقای مهندسی که ما همراهش کار میکنیم انجام داده. ببین ایزوگامی که همیشه برمیگرده رو دیوار، همیشه خدا به مرور زمان این سنگ از این ایزوگام جدا میشه، ترک میخوره. بعد اینجا آقای مهندس چیکار کرده؟ ببین اومده یک بر راویز اینجا خوابانده، چند جا بالای اینو توی دیوار میخ کرده، چند جا هم زیر این تیکه ایزوگامایی که زده زیر اینا میخ زده، محکم کرده. بعد رویش آمده دوباره آیخ کرده و این باعث میشه که بعداً به هیچ عنوان این سنگ رگ اول ما جدا نشه، به دلیل اینکه این توی این دیوار میخ شدگی است.
بعدم کف این پشت بام آمده بسیار به صورت اصولی و دقیق خوب یک لایه نه پودر سنگ سیمان زیر این کشیده رویش، به خاطر چی که ملات و چیز به این آسیب نزنه به زگامش. رویش هم یک ملات تقریبا 2 سانتی کشیده که واقعا کار استاندارد و دقیقه که به هیچ عنوان آسیب نمیبینه. دوستان عزیز، یک نکته را خدمتشم که عرض کنم، این یک چالش است دیگه. دقت کنید ببینید این کاری که ما انجام میدیم بسیار در یک فضا، در یک جای بسیار بکر و خوش آب و هوا قرار داره و این فضا رو نگاه کنید، این ویو رو که میبینید دقیقاً جلوی کارگاه ماست. اینجا رو نگاه کنید، بچه ها داره سنگ و پای از کامیون خالی میکنه. این باغ و این هم این محلیه که ما تویش کار میکنیم و واقعا محل خوبیه، بسیار خوش آب و هواست. یعنی آدم اینجا نفس میکشه لذت میبره. عرضم به خدمتشم که دوستان عزیز منتظر ویدیوهای آموزشی یا باشید. در آینده نزدیک ویدیوهای بیشتری را خدمت شما به اشتراک میگذاریم. ما را هم حمایت کنید. سلامت باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.